شرایطی سربازا را خوبتر کنید، شرایطی سربازا را وای کنید، شرایط خدمت زندگیشان را وای کنید. برادران عزیز، تاجیکستان ما کردک هستیم، مثل فرزندانتان وای کنید. شما کمایر همینا رو فراموش نکنید. ما هم فرزند داریم، در جای هم افسرمان سربازمان خودت هم که فرزندی خودت در همونجا خدمت میکند. فهما در بسیار حادثه هایی که در داخل کشور، در سرحد، در داخل، در پی 30 سال من شاهد هستم چگونه قهرمانی ها سربازای قطاری کردند. سربازای قطاری، یعنی ما شرایط ها را مهیا کنیم، فرق میکند. هم خیلی نسبت به 20 سال فرق میکند. تامینات، سر و لباس، معاش 23 سامان میگرفتن وزیر، 7 سامان. کسی نمیگو که این کم است. همه فکر ذکر یک وای بود. بله من میفهمم شرایط، زمانه دیگر، طلبات، لیکن همه چی وابسته از ما است. ما شما پیش از همه اگر ما شما صادقانه خدمت کنیم به ملت، به وطن خود، امنیت، تنجی، آرامی را تامین نماییم، هر سال رشد اقتصادی، ترقیات، پیشرفت و درآمدی بودجه هم بیشتر میشه. درآمد که شد 2 سال پیهن ببینید در 2 سال 50% معاش خدمتچیان بلند شد. همین خیلی است؟ لیکن خطا کردن دشمنان ملت تاجیک، تیر کمان گرفته به سر مادر خود آمدن. خطا کردن. بزرگی ملت تاجیک در وحدت است، در سرجامی ملت است که قدرت و توانایی این از عراق هسته بیشتر است. ما متحد باشیم در لحظه های حساس، زمان بسیار خطرزا، پیشگویی نشونده، زمانی که عراق ناشوی با شتاب، جنگی سرد با شدت شروع گشته است و ادامه دارد، تمام جهان را فرا گرفته است. ما باید متحد باشیم، از هر وقت دیگر زیرک باشیم، در غفلت نمانیم، فکر امنیت ملت و دولت خود را کنیم. نقشه از بین بردن، پارچه پارچه کردن تاجیکستان را کشیده بودند. اگر در یاد داشته باشین، پیرولی انزاب پلهای در نایه عینی بودگی را ترکانده آمدن تا عقبه قریب انزاب. و یادتان است هدف چی بود؟ هدف پارچه کردن ولایت سو را جدا کردن. شکرانه کرده مادا کرد که مردمان حتی دستی خالی بودیم. عراق درست هم مسیحی درست هم نداشتیم. میتواند ملتی تاجیک، ملتی فرهنگی است، ملتی که عقل دارد، قلم دارد، تاریخ و تمدنی باستانی دارد، ملتی که تمدن آفر است، تمدن ساز است. ما عراقی هسته‌ای نداریم. اراده قوی در کار، ننگ ناموس در کار. زندگی هر خیل میگذرد، هر خیل میگذرد. دایبا وای کردم ما نظامی هستیم، دل گرده داشتم ما در کار، ننگ ناموس داشتن ما در کار، جوانا را تربیه کردن ما در کار است. دستی یکدیگر را در لحظه های دشوارترین، وزمینترین دستی یکدیگر را گرفته ما در کار، کمک کردن ما در کار. تاجیکستان وطن همه ما است، همه ما شما، کلی مردم تاجیک، کلی شهروندان جمهوری تاجیکستان. وطن تنها رهبری دولت نیست. همین زمان امروزه حساس ترین، وزمین ترین در حیات انسانیت می باشد. 23 و 24 باز هم وزمین تر می شد، یعنی سالهای 23 و 24.
من بر شما سیمای چهره شما دلار نگاه میکنم افتخار میکنم. آن چیزی که به دست خود دسترس دادم دوست میدارم. بله دوست میدارم. کسی که خدمت کرده است یا در زمان گذشته یا زمان حاضره خدمت، من میدونم خدمت چی است. سرباز چی باید طلبات دارد، سرباز چی میخواهد، زندگی سرباز چی است. از افسران کماندیران بسیار وابستگی کلان دارد. من دائما در جلسه های حکومت، در ملاقاتات، در جلسه های شورای امنیت بر رهبران وزارت ساختارهای قدرتی قوای مسلح نظامی نیروی خود تاکید میکنم.